فضیلت شهر قم و توهین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بینندگان گرامی، تاکنون باید به این نتیجه رسیده باشید که مدعیان دروغین تشیع برای اثبات ادعای باطل خود به هر وسیله چنگ میزنند، ولو که توهین به الله و رسول و مقدسات اسلام باشد. به این کلیپ در مورد فضیلت شهر قم توجه نمایید. پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج بقعه‌ای را می‌بینند روی زمین که سرسبز و نورانی است. از جبرئیل سؤال می‌کنند این بقعه نورانی کجاست؟ پاسخ می‌دهد اینجاست سرزمین شیعیان شما و شیعیان اهل بیت شما میباشد. فرود میآید تا آن که در این سرزمین نگاهش به شیطان میافتد که برنسی بر سر دارد و به او خطاب میکند قم، برخیز از این سرزمین و برو به سوی دشمنان ما که تو را راهی به شیعیان ما وجود ندارد، که روایت مفصل می باشد. وجه تسمیه قم را بعضی از این ناحیه ذکر کردند که پیغمبر خدا خطاب به شیطان کرد که قم، اینجا را ترک کن و دست از سر شیعیان و دوستان ما خاندان بردار، به تعبیر حقیر. و روایات دیگر هم در وجه تسمیه قم وجود دارد و فضیلت این سرزمین. همین آخوند در کلیپ دیگری میگوید فلذا روایتی هم دارد کسانی که در قم دفن میشوند حسابشان در حفره و قبر خودشان میباشد و پس از حسابشان از قبر خود وارد بهشت میشوند. علی القاعده صحرای محشر را نمیبینند. میگویند کسانی که در قم دفن شوند صحرای محشر را نمیبینند. اما ببینیم که آخوند دیگری در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه میگوید. معال السبتین جلد 2، معال السبتین مازندرانی جلد 2 حدیث نقل میکنن روز محشر که میشود خدای منان بر گناهکاران سخت میگیره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت، بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری، به داد بره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت، بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری، به داد بره. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی برو تو بهشت، بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری، به داد بره. فاطمه زهرا میفرماید یا علی برو به بابام بگو حالا دستای پسرم عباس ها برمیدارم. کفانا لعید هذا المقام یدان المقطوعتان من ابن العباس، زهرا فرمود پسرم، بی خودی نگفت دادا، زهرا گفت پسرم. بینندگان گرامی، در صحیح گرانقدر امام مسلم نیشاپوری رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر و خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند آتی باب الجنة یوم القیامة فاستفته فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بك امرت لا افتح لأحد قبلك. روز قیامت کنار دروازه بهشت می آیم و می خواهم دروازه گشوده شود. ملک دربان می گوید شما کی هستی؟ می گویم محمد. فرشته عرض می کند امر شدم که دروازه را برای شما گشوده و قبل از شما این دروازه را برای هیچ کسی نگشایم. بینندگان گرامی،
چنانکه در حدیث شریف متوجه شدید، اولین کسی که دروازه بهشت به روی ایشان گشوده خواهد شد و وارد بهشت می شود رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و قبل از ایشان دروازه های بهشت برای هیچ احدی گشوده نخواهد شد. اما کتاب های معتبر شیعه که این حجت الاسلام غالی و افراطی این سخنان را از آن نقل می کند چنان می پندارند که فاطمه رضی الله تعالی عنها قبل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد بهشت می شود و تنها به این گزافه‌گویی ها اکتفا نکرده بلکه ادعا می کنند که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای داخل شدن به بهشت نعوذ بالله زهرا را به فریاد رسی می خوانند و به او متوسل می شوند. پیغمبر اکرم می‌فرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری، به داد بره. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بیشک الله کسانی را که او و پیامبرش را آزار می‌دهند در دنیا و آخرت از رحمت خویش دور می‌کند و برایشان عذاب خار کننده‌ای آماده کرده است. پیغمبر اکرم می‌فرماید یا علی برو تو بهشت بگو فاطمه بابات میگه تو بهشت جا خوش کرده ای، ما تو صحرای محشر گیری، به داد بره. مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه